هستی؟ صحتت خوب است؟ بخیر است؟ جانک جور است؟ چطور استاد هستی؟ خیرتی است انشالله. کجا می رفتی؟ در بسی پندون کابل این باسکل میکنم، مشکل داره، خودم کاسفروش هستم. خواه باسکل مشکل دست همون یا خودشان جور میکنه. خواه در خود شفخانه جور میکنه؟ شفخانه کمیتی باید المللی سلوسه خواه شفخانه مایبین. خواه بسیار خوب. پایکایت است؟ بله. از وقت متر شده جای افتیدی ده کدام؟ نه وقت مدرسه شده چی شده؟ وقت تقریبا نو که تولد شدم. از رحم مادر؟ خواه. از چهرهت خب معلوم میشه که درس خواندی دیگه؟ مکتب خلاص کردیم فعلا ها. خواه دیگه مکتب پانتون خواندم تقریبا یک دو ماه خواندم دیگه، باز پیش بوده نتونستم، اقتصاد ضعیف راهش کرد. چرا دلکت پر کرد لالا؟ احمد نتونستی که با آرزویت برسی؟ نه. الله. چی میخواستی شوی اگر پانتون خلاص؟ میخواستم کامپیوتر ساینس پیش. نظر به مشکلات اقتصادی؟ بله. نتونستم پیش ببرم. آرزو چی است؟ آرزوی خوب یعنی از اینه که آرزو دارم که یک دفعه با پای خود ایستاد شم دیگه، کنم پای ندارم دیگه، آرزو ندارم. دمی حالت آرزوی تمی بود که پانتون بخوانی؟ بله. یک جای برسم، برای فامیل خدمت کنی؟ بله. چند نفر از ده فامیل؟ 11 نفر. کارگر کیه؟ خودم. هم 11 نفر کل سر خودته؟ بله. الله. خانه کجاست؟ سرک دارلمان. سرک دارلمان پیش سفارت شوروی؟ بله. از همونجا تا اینجا میایی؟ بله. شهر رو میرم، از شهر. خب امروز اینجا آمدیم. این کارت باز از طریق تلفن روان میکنی به مردم؟ بله. چند میمانه یک روز برات که خوب کارت؟ ایت روز میشه که برای من 2 ساعت 2.5 ساعت میمانه. ایت روز میشه که 20 روپه 10 روپه. فامیل هم کلش منتظر خودت؟ بله. پدر جان کجا؟ فوت کرد. دیگه برادر دارین؟ برادر من است دیگه، بیکار هستن، اونا خرد هستن. یک کلان است عروسی که از ما جدا شده. خب بله. کلان خانه اینجا خودت هستی؟ بله. پیش دکترها که رفتی از پایا چیزی گفته که تداوی دارن؟ تداوی ندارن. جان جور پاچایی هست؟ سونی مردم دیگه که میبینی در این حالت میرش که چشمان محمد ما در دلم گشت که پیش از پیش همین پرسان از پیش میکنه. همین هست که مخاطر از زمین اگر این دیگه زندگی میچله شکر کم و زیاد میچله. خواهم آنزیمی پای بسیار رنج میبرم.
پانتونت گفتی یگانه آرزوی ممی بود که خلاص کنم درس بخوانم و به فامیلم به مردمم خدمت کنم ها؟ بله. امروز از کار ماندی دیگه؟ دیگه فعلا. شماره تلفن داری؟ بله. چند است؟ 0748 88 72 79. 0748 88 72 79. خب حالا باید اونجا بری بایسکل تجور کنن؟ بله. خب باز اینجا رایگان جور میکنن؟ بله. این خود کش کردن بایسکل تا اونجا آمدن برات سخت نیست؟ حالا سخت است. بسیار سخت است. بله. حالا اگر کدام هموطن ما پیدا شود که می زمینه تحصیل برای خودت فراهم کنه که پانتونت هم بری میری ادامه میدی؟ چرا نبیادر؟ بله. یعنی 2 ماه خواندی دیگه نتونست؟ بله. در دولتی رفته بودی یا در شخصی؟ شخصی. خب در اونجا چی گفتن خودت وقتی که؟ من حسبیتم پرسان نکو بیاد. همکاری نکردن؟ نه. در کدام پانتون بودیم؟ علامه. من تقریبا یک ماه وقت داد، ماه دوم که شد کشیدم. بلاکم کرد، میگه فیس تحویل نکردی. بله. در پانتون راضی میتونی آمده؟ بله آره میتونم، خب مگر که فیس اینجا بلند است، نمیتونم فیس. خب خیر ما که رئیس صاحبش گپ میزنه. بله هم. و بسیار آدم نیک از خودش در خارج است، شاید ترکیه باشه. شب برش در واتساپ پیام میمونم. اگر جواب داد تصویر خودتان برشایی میکنم. اونمونجا بیایی بخیر و یگان تحصیل تشکر زنده باشی. صحیح است؟ خیر بینید صحیح. انشاءالله ما کدش گپ میزنم، بسیار آدم نیک است، چندین نفرها را همینطور حمایت میکنه، آدم خیراندیش است. ما کدش گپ میزنم دیگه. اگر بخش کامپیوتر ساینس گفتی نه؟ بله نه بخش باشه، خب مقصد من میخوام که به یک جای برسم. بله. کدام چیز دیگه باشه، مثلا حقوق و خبرنگاری و میتونم، بخاطر که اوام شیشن. بله بله. خب این حالت فکر کو کمیال دیگه مستقیم نمی میز خبر ششتی یک کوتاه یک سلام علیکی کو کد دوستا. صحیح است. برو تو مستقیم. ما مایک گرفتیم. سلام علیکم، عبدالباسط آخونزاده هستم، فارغ هستم په 12. میخواستم که پانتون ادامه بدم اما نتونستم. خود بدبختانه که 2 ماه ادامه دادم، بعد اقتصادی مشکلات اقتصادی پیش آمد، نتونستم اون را پیش ببرم. از هموطنان خواهش داری که کمک کنن تا ای که اگر میتونن کمک کنن درس ما کسایی که در خارج هستن به خاطر تحصیل خوش میشم. تشکر از همه شما. قربانت سلامت. خیر باشید. تشکر بخیر باشید. خب هموطنان عزیز، منی یک جوان ماست که بزرگترین آرزویشی بود که پایکایش جور باشه، اما ای که خداوند ای چی خیر نافته دیگه او را خود پروردگار میفهمه. خداوند مهربان است. 1 2 3 4 یعنی 4500 از طرف خواهر ما محبوبه ولیس از دنمارک 13500 روان کرده و 4,500 هزار گفت برای هر هموطن ما بده. همین برگ سبز توفی درویش انشالله بازم کسی کمک داشت بازم ما در خدمت است. تشکر. خیر بینه. تشکری میکنم از خانم محبوبه ولی. محبوبه ولی. بسیار تشکر. خداوند زنده داشته باشه. با عزت باشه. حتما انشالله دوستای پیدا میشن خودت کمک خواد کردن. خداوند یار مددگارتان. برنامه بعدی هم در انتظار شماست. خداحافظ لالا.